LA فیتنس یکی از ورزشگاه تقریبا متوسطه و همینطوری که نمای بیرونیش رو میبینین ورزشگاه نسبتا بزرگ، تجهیزاتی هم که داره، استخر هست، یه سری کلاس ها هست، کلاس یوگا هست، کاردیو هست، تمام دستگاه بدنسازی و اینجا در ورودیشه، اونم که میبینین نمای بیرون. We got a beautiful managers here. I say we got a beautiful managers here on my camera, so I just want to make it social medias. Yeah. Hi. Yeah. And yeah, it is. Thank. میز منه بچه‌ها. من اولین کاری که میکنم وقتی میام تو ورزشگاه چک میکنم که اسکیجولم چیه، چند تا کلاینت دارم. اینجا اگه نگاه میکنم من 2 تا کلاینت دارم امروز، یکیش ساعت 10 صبح، یکیش 10:30 که تقریبا سشن هایی که برگزار میشه 25 دقیقه است و فکر کنم هزینه پرداختشون هم باشه 60 تا 65 دلار برای 25 دقیقه که من به عنوان مستر تقریبا 20 تا 25% این پول رو دریافت میکنم. خب داشتیم صحبت میکردیم در مورد اینی که این ورزشگاه از اینجا شروع میشه. این دو ردیف اولی که میبینید مربوط به ورزش‌های بکه، اینی که میبینید لت پول داون، اونم بار فیکسشه، این دوتا فری ویتشه، حالا اینجا اسکواتاشه، اینجا اسمیتاشه، اینجا هم وزنه ها و یه سری ماشین هایی که با وزنه هایی که میذاره روشون. اینا کورت های راکت بال و بچه ها میان بدمینتون بازی میکنن. تقریبا 1 2 3 4 5 تا کورت داره. اونم بافر شاپشه که نوتریشن و تمام محصولات بدنسازی و سلامتی و اینا رو میفروشه. مثل شیکای پروتئینی داره. میبینید که قسمتیه که مال کسایی که میان ورزش میکنن و بچه هاشون رو اینجا میذارن مثل حالت مهد کودک بود. بالاش هم قسمت